هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. فرشته ها قسم دوم، فعالیت فرشتگان. در فرشته ها درجه های گوناگون موجود است. فرشته های اساسی: یکم جبرائیل، دوم ملک الموت، سوم میکائیل، چهارم اسرافیل. جبرائیل فرشته در بین همه فرشته ها افضل ترین فرشته دانسته می شود. وظیفه آن بین الله تبارک و تعالی و پیامبرانش واسطه‌چی شده وحی یعنی پیام خبر رسانیدن است. وظیفه فرشته ملک الموت در وقت وفات کردن انسان ها جان انسان را گرفتن است. میکائیل فرشته هست که ابر و شمال ها را اداره می کند. اسرافیل فرشته روز قیامت می باشد و سور را می دمد. فرشته رضوان پاسبان جنت است و مالک باشد پاسبان دوزخ. باز فرشته هایی هستند که آنها بدین ها را در دوزخ عذاب می دهند. دیگر فرشته هایی هستند که آنها رویده نباتات را نظارت می کنند. باز دیگر فرشته هایی هستند که آنها از درخت چند تا بر ریختنش را حساب و کتاب می کنند. رقیب و عتید فرشته با انسان از تولدش تا وفاتش با انسان همراه شده عملهای خوب و بدش را می نویسند. در این باره در قرآن کریم چنین گفته شده است: هنگامی که آن دو فرشته فراگیرنده در جانب راست و جانب چپ او نشستند، هر چیزی را که فرا میگیرد. در دیگر آیت میگوید: هر کلمه ای که او میگوید البته در کنار او ناظر و نویسنده حاضر است. سوره قاف آیت 17 و 18. فرشته رتائیل در حالت مسلمان ها را غم و دشواری فرا گرفتن آنها را آرام میکند. هنگامی راهگذرها را راهگم کردنشان دیگر فرشته های برای راه یافتن آنها راه نشان میدهند. طفل در بطن مادر بوده را شکل کننده و از شیطان حمایت کننده فرشته ها نیز هستند. فرشته های منکر و نکیر انسان را بعد از وفاتش در قبر سوال و جواب میکنند. چنانکه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: چون مرده را در گور نهند دو فرشته نزدیک آن آیند، ازرقان و اسودان، سیاه رویان و سبز چشمان، و آتش از دهان ایشان می جهد و دود از بینی ایشان بیرون می آید و زمین را با اشکهای یعنی دندان پیش اشکهای خشم می دارند تا بدان گور برسند. خدای عزوجل آن مرده را زنده گرداند تا هر دو فرشته آن را سه سوال کنند. یکم سوال آن باشد که گویند: من ربک، یعنی خدای تو کیست؟ دوم گوید: و ما دینک، یعنی دین تو چیست؟ سوم گوید: و من نبیک، پیغمبر تو کیست؟ اگر جواب سوال گوید نیکبخت باشد و اگر جواب سوال را نگوید بدبخت باشد. کتاب السواد العظم مسئله 13 صفحه 51 و 52. باز فرشته های نیز هستند که درود و صلوات های در حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شده را می رسانند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: اکثروا علیل صلاة یوم الجمعه و لیلتها فإن صلاتکم معرضة علی، یعنی در روز جمعه و شب آن بر من بسیار درود بفرستید، زیرا درود و صلات فرستاده شما در این شب و روز بر من میرسد. روایت ابو داود. باز فرشته های بیشماری هستند که عبادت کننده و تسبیح گوینده اند. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی میگوید که خدای تعالی در میان هر آسمان نور آفریده است. از آن نور فرشتگان بیشمار و ایشان را الهام داده و تسبیح و تقدس تحمید و تحلیل میکنند و از خدای عزوجل یک ساعت نیاسایند و اگر یک ساعت از ذکر خدای تعالی غافل باشند در حال بسوزند. و بعضی از آن فرشته در قیام و بعضی در رکوع و بعضی در سجود و بعضی در قعود تا روز قیامت یک ساعت از طاعت نیاسایند. چون روز قیامت شود زبان بر او زر بکشایند که سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یعنی ای خدا نپرستیدیم تو را چنانه که حق پرستیدن تو راست. این چنین 19 نفر فرشته هستند که الله تبارک و تعالی آنها را بر دوزخ موکل یعنی وظیفه دار ساخته است. در این باره آیت قرآن چنین میگوید: علیها 19،
19 فرشته بر آن وظیفه دارند. سوره مدثره آیت 3. همه فرشته ها به امر الله تبارک و تعالی اطاعت کننده هستند. در حق آنها سخن بد، سخنهای قبیح و دعای بد کردن ناجایز است. مثلا فرشته ملک الموت برای جان کسی را گرفتن از جانب الله تبارک و تعالی موکل، یعنی وظیفه دار کرده شده است. از این سبب درباره ملک الموت سخنهای بد گفتن ممکن نیست. اینچنین آنها را پسر خدا گفتن یا که به چنین گپ‌های بلند پرواز آنها را تعریف کردن ممکن نیست، یعنی جایز نیست. خطاگی‌ها و نادرست فهمی درباره فرشته‌ها. همه مخلوقات‌های آفریده شده چگونه آفریده شده باشند همان گونه میمانند. انسان در انسانیتش میماند، جن در جنیش میماند، اینچنین فرشته در فرشتگیش میماند. ابلیس یعنی شیطان هیچگاه فرشته نبود، از جنها بود. همه فرشته ها از گناه فارغ هستند. در بین انسان ها سخن پهن شده است که انسان بعد از وفاتش به فرشته تبدیل می‌یابد. این سخن ها خطا هستند. رسم فرشته ها را تصویر کردن ممکن نیست. آنها را به قیافه کودک بالدار تصویر کردن جایز نیست. به قیافه زن هم درست نیست. به همین موضوع فرشته ها به آخر رسید. الله تبارک و تعالی دنیا و آخرت همه ما را آباد گرداند. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.